سلام به اولین ویدیو یوتیوب من خوش اومدین. من نیوشام و اسم کانالمونم گذاشتم نیوشا هپی. حالا چراشو نپرسین چرا این اسمو گذاشتم، چون خودم هم نمیدونم چه اسمی گذاشتم. خیلی سال بود میخواستم این کانالو بزنم، ولی خب چون کمالگرا بودم و حالا اینجوری بودم که باید همه چی اوکی باشم، پرفکت باشه و عالی باشه، نمیزدم. ولی دیگه این دفعه گفتم اینجوری یه ویدیو بگیرم و بذارم که استرسم کمتر شه و دیگه شروع کنم. امیدوارم شما هم منو حمایت کنید. راستی حتما نظرتم راجع به این ویدیو بگو. اینجا هم تصمیم گرفتم ظرفا رو بشورم، دستکش کردم تو دستم و ظرفا رو شستم و در کنارش آهنگ خیلی مهمه. نیوشا خانوم داره ظرف میشوره، از ظرفشویی‌اش هم باید اون بگیره ثابت کنه. تصمیم گرفتم که دیگه برم حموم و اومدم اینجا. خب من چون حوصله‌ام سر رفته بود و منتظر غذام که آماده بشه، برای همین میریم آرایش میکنیم و یه تکنیک جدید یاد گرفتم که انجام بدم ببینم چه جوریه. تکنیکش هم اینه که به جای پودر فیکس از پودر بچه استفاده میکنیم و میخوام ببینم واقعا تاثیر داره یا نه. اول اصلا به کرم میزنم. کردیم با این یا اینجوری بعدش پودر بچه‌مون رو حالا میذاریم داخل دستمون. من این کار میکنم. باز مثل خیلی کم. بعد با این براش بعد من آرایش کردم زیاد بلد نیستم، بدونید اشتباه میزنم دیگه. همه جا پودری شد، خود لباس هم سفید شدم. الان میام بریم نهار بخوریم. حالا ژل ابرو میزنیم.